يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. مسجد از قبر باید که جدا باشد. چه خیل قبرستان خودش دیوال داشته باشد و مسجد دیوال داشته باشد. نه مثل بقیه است که بقیه خودش به دیوال جدا کردگی مسجد به دیوال خودش جدا شده. الان میخواد باید که قبرستان از مسجد چه جدا داشته باشد. یعنی قبرستان دیوال خودش داشته باشد ها و مسجد دیوال خودش داشته باشد. همه گفتن در کار که یعنی دیوال مسجد باشد برای قبرستان با دیوال سازید. از مسجد جدا کنید برای که قبرستان داخل مسجد انداز. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابو مرثد الغنوی حدیث ابو مرثد الغنوی صحیح مسلم انده میگوید که علیه الصلاة والسلام میگوید که لا تصلوا الى القبور، یعنی سوی قبرها به نماز نخونید. اما بین قبرهنده من باب اولا خوندن ممکنه. و حدیث ترمذی ده اومدگینده حدیث جابر رسول صلی الله علیه و سلم میگوید الارض میگوید كلها مسجد الا والحمام الا المقبره والحمام. مسجد همش زمین همش مسجد. خستم جایی جون نماز خوندن الا حمام انده نمیشد و قبرستون انده نمیشد. برای قبرستون پیش قبله باشد، طرف راست انده باشد، طرف چپ انده باشد، خفات انده باشد. ما بین قبرستون باشه نماز خوندن درست نیست. اما چه نماز درست نیست. فهمیدید؟ این وقتا چه نماز خوندن درست نیست. هم بیان عینی رحمه الله، امام عینی صاحب مؤلف کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله نقل کرده میگوید که یعنی اینجا علمای مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله یک چند علت ها یعنی سبب ها ذکر کردن برای که مقبرنده نماز نخوندن. یعنی همش اتفاق کردن که جایی که قبره و وجب چه نماز خوندن درست نگفته، هم مسئله به هم اتفاق کردن. هم به یعنی این چیز متفق علیه بود. که میبیند یعنی عمر رضی الله تعالی عنه یک روز انس ابن مالک میبیند که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید که نماز خونه استاده شبانه ظلمات تاریکی جا نیست، نماز خونه میستد که نزدیکش چی بوده است؟ قبر بوده است. ندیده که قبره. و عمر رضی الله تعالی و ارضاه از دور استاده چی بگوید؟ یا انس القبر یعنی احذر او ابتعد عن القبر، احذر القبر یعنی احتیاط شو نزدیک قبر و اطراف به نماز نخوند. قبر گفت دورنده. انس با آواز چه خیلی میبیاد یعنی گویا که امیرالمؤمنین القمر گفت میگه من چیه آسمان مینگرم که چی شد که قمر گفته، یعنی قمر محتاب قبر یعنی برای همین این چیزه و یا چی بگفتن یعنی ممکن نبودنش به همش دلالت میکرد که یعنی باید که قبرستون چی از مسجد به دیوال جدا کنن. مناسبت همین سوال می آدم افتاد که مسجد انده اگر از اینکه دیوال شای کو لیکن اگر مسجد درشان با قبر شای باشد میگفتی که اوای ما دوبین باب اعلی مسجد نماز خوندن ممکنه. اگر داخل مسجد نباشد این چیز اعوذ بالله تماما ممکنه. برای که رسول صلی الله علیه و سلم حدیث جندب ابن عبدالله گفته من اصل نامش جندب ابن سفیان ابن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنه چی میگوید علیه الصلاة والسلام میگوید که الا انی انهاکم یعنی که انه کان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد انی انهاکم عن ذلك. یعنی من شماهای از نهی میکنم قبرهای مسجد به تبدیل نتید. من قبرهای چی به مسجد به تبدیل نتید. یعنی قبراتون مسجد به ندارولتون مسجدهای بالای قبر به نسالتون. و حدیث عایشه در رسول صلی الله علیه و سلم لعنت میکنند لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اتخذوا قبور انبیاء مسجد. لعنت یهود نصرانیایی که مسجداشون که چوکا کردن یعنی قبراشون دور مسجد ساختن. یعنی و ایهای چی نامه علیه الصلاة والسلام حدیث ام سلمہ عزیز آجنده گفت که اولئک شرار الخلق همین هایی که قبرهای دون مسجد رو میسازن و ایهای بدترین آدم ها نامه علیه الصلاة والسلام. اما قبر رسول صلی الله علیه وسلم که آیا مثلا قبر داخل مسجد به اینجا مثلا چه یکمش بگیم که یعنی ما به قولهای رسول صلی الله علیه وسلم کفایگی دارد. یعنی
مثل حدیث جندب چی میگه؟ یعنی سمعت رسول صلی الله علیه و سلم قبل ان یموت بخمس. رسول صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتش 5 روز پیش شنیدم. یعنی این چیز هیچ خیلی نسخ نمیداره. یعنی آخری قولش پیش از وفاتش. و حدیث عایشه کدوم حالت اند بیتم کاپ گذاشتند؟ حالت مرگنده بود. ها لما نزل برسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی موت، حالت مرگنده از دردی چه بالاش میپوشد، بالاش میکشاید. همین حالتند که لعنت کرده است، همین هایی که مسجد قبرهای مسجد به میدارند. این برای ما چی